به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جان، خداوند روزیده و رهنما. من رسولی هستم از مدرسه افضلی کلاس 5 لاله، خانم پورستان. گلستان سعدی، باب 4 در فوایز خاموشی. حکایت دوم. بازرگانی را 1000 دینار خسارت افتاد. پسر را گفت نباید که این سخن با کسی در میان دهی. گفت ای پدر، فرمان تو راست، نگویم، ولکن خواهم مرا بر فایده این مطلع گردانی که مصلحت در نهان داشتن چیست؟ گفت تا مصیبت 2 تا نشد، یکی نقصان مایه و دیگر شماتت همسایه. مگویند و به خویش با دشمنان که لاحول گویند شادی کنند. خرد چشم جان است چون بنگری، تو بی چشم شادان جهان نسازی.